وقتی انسان را به خاک می سپارند و لحظات تنهایی قبر فرا می رسد، اعمالش چهره می گیرند و در برابرش ظاهر می شوند. او دیگر نه می تواند از آنها بگریزد و نه چیزی را پنهان کند. در روایات دینی این لحظه را تجسم اعمال می نامند، جایی که آنچه در زندگی کرده ای به شکلی ملموس روبرویت می ایستد. امام صادق علیه السلام در حدیثی تکان دهنده از لحظه ورود مؤمن به عالم برزخ می فرماید وقتی بنده مؤمن وارد قبر می شود، 6 چهره نورانی او را همراهی می کنند. هر کدام در جایگاه خود قرار می گیرند. یکی سمت راست، یکی سمت چپ، یکی روبرو، یکی پشت سر، یکی کنار پاها و اما ششمین چهره نورانی ترین و درخشان ترینشان بالای سرش می ایستد. هرگاه خطری یا عذابی به سوی مؤمن بیاید، این چهره ها سپر می شوند. اگر از راست خطری برسد، آنکه سمت راست است مانع می شود. اگر از چپ تهدیدی در کمین باشد، چهره سمت چپ سد راهش می شود. و به همین ترتیب هر کدام از این 6 چهره نگهبان بخشی از وجود مؤمنند. اما در میان آنها آنکه از همه نورانی تر است رو به بقیه می کند و می پرسد شما کیستی؟ چهره سمت راست پاسخ میدهد من نماز او هستم. چهره سمت چپ میگوید من زکات او هستم. آنکه کنار پاها ایستاده میگوید من نیکی هایی هستم که به برادران مؤمنش کرده، خیری که به دیگران رسانده. چهره روبرو میگوید من روزه های او هستم و آنکه پشت سر ایستاده میگوید من حج و عمره او هستم. همه این 5 چهره نگاهشان را به آن نورانی ترین چهره میدوزند و میپرسند تو کیستی که از همه ما درخشان تری؟ او لبخندی میزند و میگوید من ولایت خاندان پیامبرم.